سلام، من رگنارم، همونی که تو یوتیوب ویدیوی کوشر میسازه. امروز هم اومدم با یه ویدیوی دیگه، ولی خب یه ویدیو متفاوت. امروز میخوایم با امیر قاتل نبود. امروز میخوایم با آرش ایکسمون و کامیلو یه کاستوم 2x2 بریم. پس بیشتر از این معطلتون نمی‌کنم. لایک ویدیو رو بزنید که بریم سراغش. بریم. خب کامی 2x2 پلی بده ببینم پسره. اوه جی شمون چیزه سمت چپ اون بعد از 163 تا هیت خورد و نمود. داش رگنا خودت برو باش فایت بده. واقعا پس بازیش تانکه. اوه فشون بابا دستم داره میلرزه به خدا. مقابل ایکسون تا بازی نکرده بودم، مثلا دستم داره میلرزه وقتی جلوش میرم. نمیدونم موست رو منه، من رو موستم. رگنار گوشیه. جفتشون گوشی که داش باشه بالاخره گوشی هم. حاجی کله صاف کامل رو نتونستم بزنم. نه پشتی منو زد. یخم کاشتم زده؟ یخ واقعا چجور زده؟ آره اون یکی ته مپه. اومد داره میاد بالا منو خلاص کنه. اومد بالا منو خلاص کنه آرش. دلم نمیخواد چیز کنم باش رو مقبله بدم. میخوام موومنتی مثلا بشه. ماشالله برادر. خود واه بوری کلا خوشگل زد باری کلا. وای حاجی استرس. بچه خیلی استرس دارم واقعا. بابا این آرش ایکسمون چرا جلو من میاد همه بعد منم بد میزنم. ماشالله نزن من. اوه اسپاس داره سینه به سینه به مت میزنه. آره اسپاس خوب میزنه. باشه یارو اسپاس پلیر ها اس پی سی. البته اسم یه هاکا بزنی ببینیم 500 جیم براس میزنم. کی نزنم حاجی فقط ببینم ایکسون اینه. ایکسمون نو معلومه داداش اونطور که این بازی میکنه قویشون. آره احتمال من باید باشم. من کمی اگه بالا میرم داشت شرمنده به قرآن دست خودم نیست. چی میگم؟ اسپاسش بعدت میخوره به پا. آره اسپاس خوب میزنه. اسپاس پلیر پسره. واقعا آجی وو پرام چه فاسه. چیزه استرس. همین واسه جان آجی دقیقا کجا همین بیا اینجا واسه اینو بچه چون بچه همینجا واسه ای حاجی نیستم. الو بک ندادن که نرگشون یاش حاجی این پی 5 کشم. بیا اینجا واسه منو بده این بر بالا. بیا جون بچه کام بودو تو نیومده بودو بده بالا. یه دونه فول هد خوشگل میزنم به یارو. بده بالا یارو. بالا آره اصلا یکی چرا نمیاد با من فایت بده؟ اینجاست ره. بک داره میزنه تو؟ تقریبا بود حاجی ایکسون در میزن. ایجی پسر ایکسون رو زدم ها. کامی برو که دارمت. اوی حواسم به پایینیه بود. باری کلا اسپاسی مرد اسپاس. ماشالله حاجی کامل رفیق دیگه با تو.
اون فایت نمیده باد احمد. من اسپاس بزنم. هم تکی با اسپاس چاتی پاتی. اون یکی هم بزنی بدیم ما میارم. اوه دمیج داد. او من کارتی جونی نمیدونم. حاجی بابا یه تیر به چقدر دمیج دادی؟ 100 تا. واو دقیقاً نه دمیج پر بود. ببین واقعا دارن چیز باد کریم نکنم. اوفه کامیو نگو. بس ایمانه. حالا کامبالو. خیلی بازی نسبت به قبلی که من میشناختم ضعیف شده. خیلی ضعیف شده. از ویدیو جدیدت اینو فهمیدم. بابا دهنت سرس. چاتی پاتی. اوفه جی چی بود؟ چی اوی. میدید بچه ها؟ بابا خیلی کثافتی کامله. بابا تو نو بسری. اینم بگو. چرا اون یکی نیست؟ آها. رگنار محتوا چی میسازه؟ گیم پلی. بیشتر گیم پلی و حلالش. ویدیوهای عادی هم میذارن ولی خب گیم پلی هم برو زیاد تو با اون می‌سازن فایت تو بچه. با اون فایت. خیلی کثافت. اوه با دادنه. پشمام. داداش. اوف. آجی فکر کن اسنایپ. کامی دارید هد اسنایپ زدی؟ آره خب 2 تا اسنایپ گرفتم. جدی هد اسنایپ زدی؟ با آنلی هد اسنایپ خیلی حال میده آرش بزن. آقا این کامی چه شیته. خیلی چیتره این چیتره. نمیشه. بابا پشمام 2 تا تیر زد 2 تاش هم خورد هدم. اوف. بازم هد اسنایپ؟ آره. بابا میگم حال میده داداش. اوه این کامیو بگیریدش یا ابلپس. من چیکار کنم؟ جلوش اصلا قفل نمی‌کنی چیکار کنی؟ من چیکار اصلا کنیم الان قفل نمی‌کنم چطور داره منو میزنم پشمام داره میریزه. چندی دارش؟ شیشه که شit. اوه مای مگه فاکینگ گاد. بد زد با دیزه. خوشگل زد. میگی برو. وای باگ موز شدم. تک بزنمش روش بخوابم. کاشی خیلی مسخره. باگ موز خیلی مسخره شدم. ببین یه چیزی اینو فهمیدم روش ازش بگم. حساب نیست. اوف. داداش پشمام. یکی رفته بالا آرش. اوفی اوفی نگاه کن مرام منفعت یه دست به الیمنت کنیم بعدی رو من جمع میکنم. 99 تا با اسنایپ پشت یخ حاجی اصلا با دیز بزن پوریا استعداد داری. 148 تا هر هفته دیگه جی جی. باز بیده باشی کامی بزنی. بزن. کاش آرش کاش میزده. نیم ساعت داداش خدایا حاجی نمی‌تونم با چیزی نمیده دیزرتونه. دیزت بزنم کامی یه کمی خوشگل.
برو برو. ببینم داشت دیزرت میزنی یا نه. برو ببینم چیکار میکنی پسر. ماشاءالله. از قبل مطمئن بود میخوره کام. عالی بود به دمتون نظرم. گرم آقا، عشق من. عالی بود به عالی، نظرم. عالی. دمتون سلطان. گرم. خدا